پی حمله پهپادی اوکراین به شهر مسکو و قطع کار 3 فرودگاه اساسی پایتخت روسیه، پروازها در مسیر مسکو دوشنبه به تأخیر افتاده است. به معلومات آنلاین تابلو فرودگاه دوشنبه بعد از ظهر 7 می و تا ساعت 10 روز 8 می از مسکو به دوشنبه یگان پرواز انجام نشده است. بعضی پروازها بیکار شده، بعضی دیگر به تأخیر گذاشته شدند. شبانه روز در خط سیر مسکو دوشنبه تا 7 پرواز انجام میشد و یکی از مسیرهای اساسی روا میان تاجیکستان و روسیه به حساب می رود. همین طور پروازها از سنت پترزبورگ به دوشنبه هم به مشکل روبرو شده است. صدها مهاجران تاجیک یک روز است که در فرودگاه دوشنبه و فرودگاه ژوکوفسکی و دمادیوی مسکو درماندند. هنوز معلوم نیست که وضعیت کی اصلاح می شود. کار فرودگاه اساسی شهر مسکو در پی حمله گسترده پهپادی اوکراین روز 7 می به مشکل روبرو شد. سرگئی سابیانین شهردار مسکو از پرتاب 20 درون به سوی پایتخت روسیه خبر داد. وزارت دفاع روسیه میگوید 500 بی‌سرنشین را سرنگون کرده است. مستقلانه تصدیق کردن این معلومات فعلا غیر امکان است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین 7 می از حمله های روسیه به کشورش یاد کرده گفت عادلانه است که آسمان روسیه نیز تمام روز ناآرام بود.